اعتماد موثق چی مانا؟ یعنی اعتماد داشته باشی که از الله کده هیچ کس بر من نزدیک نیست و هیچ کس قریب نیست و هیچ کس مهربان نیست، نه مادرم، نه پدرم، نه پیغمبر، نه ولی، نه نبی، نه آدم علیه السلام، نه محمد صلی الله علیه و سلم، نه جبریل، نه میکائیل. اینا کلشان مخلوقات هستند. کسی که برای من مهربان هست الله. از این خاطر سر از او توکل میکنم. همین کسایی که مثلا میگن جنجال میکنه، دلیل عقلی از اونها، اونها میگه والا من میریم پیش فلانی شخص، این شخص برای من واسطه میشه یا وسیله میشه، مرا به الله نزدیک میکنه. برش میگه چرا مستقیما از الله نمیخوایی؟ سکن خوب فرمولا رو گوش بگیرید. چرا مستقیما از الله نمیخوایی؟ این قسم میری بازو تو اول پیش از شخص میری باز میگه ای دوست خدا مرا به الله نزدیک کن، ای دوست خدا دعای مرا برای او بر، ای دوست خدا شد. برات میگه برادر من روی سیاه هستم، شرمنده هستم، گناهکار هستم، بدبخت هستم، الله گپ مرا قبول نمیکنه. خب این دوست الله که تو پیشش رفتی این قبول میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه در عقیده‌اش است که دوست الله از الله کده مهربان‌تر است، اون گناه مسائل نمیکنه. متوجه شدی؟ این از او که مهربان‌تر است، این گناه مرا سهل نمیکنه، بدیهای مرا سهل نمیکنه، خریبایی‌های مرا سهل نمیکنه. وقتی که با این تمام خرابی‌ها پیش ازی برم، این گپای من به خدا آن. اما اگر مستقیم برم الله میگه برو، من تو را قبول ندارم. سکن دیگر چقدر خطرناک است. اما اگر کس عقیده داشته باشه که از کلگی که مهربان کیست برای من؟ الله هست. الرحمن الرحیم دو صفت الله هست. الرحمن علم القرآن خلق الانسان، این الرحمن الله هست. اما این صفت الرحمن نه جبریل داره، نه میکائیل داره، نه محمد صلی الله علیه و سلم داره، نه صحابه، هیچ کسی دیگه نداره.